صاحبی نمیکنند. تمام دنیا دا پریشان شدند، بر نگرداندند بر وطن اجدادی. شما میفهمید من کیا را در نظر دارم، حتی دور نمیروید. بعد برقرارسازی حاکمیت کیهانی ضرورت قبولی کنستیتوسیون نو به میان آمد تا که اساسهای بنیادی جامعه، شکل اداره دولت و دیگر ارزش‌های دولتداری معین کرده شد. 6 نوامبر سال 1994 اولین مراتبه در تاریخ تاجیکستان صاحب اختیار کنستیتوسیا یعنی سند سرنوشت است با راه رایپرسی عمومی خلقی قبول گردید و بعد در اساس آن ما با اصلاحات کیهانی آغاز کردیم. انا همین ترجمه یعنی با راه رایپرسی یعنی با راهی که مردم خودش هم محاکمه کردند، هم اشتراک کردند و هم کنستیتوسیا را خودشان قبول کردند، رای دادند. در تاریخ دولتداری تاجیکستان بار اول است و در تاریخ کشورهای سابق اتحاد شوروی بعد روسیه دوم کشوری است که با طریق رایپرسی کنستیتوسیای خود را قبول کرده است. یعنی من گفتنی هستم که از روز اولی که ما سر حاکمیت آمدیم، از تاریخ جلسه تاریخی 16 شورای عالی ما با تکیه به مردم کردیم، به خلق قدمی که گذاشتیم با مصلحت مردم کردیم. هر قدمی که گذاشتیم با مصلحت مردم گذاشتیم. کجا همون مصلحت مردم؟ در کجا با مردم مصلحت کردید؟ در خروق مشکلاتی سختی به میان آمد در همین چند هفته اخیر. کجا با مصلحت مردم کار کردید؟ در کجا با مردم مصلحت کردید؟ در واروخ چندی پیش قرقیزا حمله کردند. با تمام کارشان حکومت قرقیزستان چیکار کرد؟ با مردمش همکاری کرد. جزئیاتی که در روند گفتگو بین حکومت ها بود به مردمش رساند. در کجا با مردم همکاری کردید؟ در کجا از مردم پرسیدید؟ رفتید به همون محله های همون منطقه از اونها بپرسید، از چارکو، از واروخ، از اونها بپرسید که چیکار باید کنیم در اونجا. کجا زمین شماست، کجا زمین شما نیست، کجا باید تقسیم کرده شود. از اونها یک بار پرسیدید؟ هزارها جوانی که در اونجا به خاطر زمینشو خیسر رفته زندانشو کرده، نسبتشو پرونده باز کردید. از اونها پرسیدید؟ 3 شهروند تاجیکستان که از همون منطقه واروخان در روسیه دستگیر کرده شدند، آنها رو دستگیری کردید؟ کجا با مردم مصلحت کردید؟ در کدام کار با مردم مصلحت کردید؟ همه کار ما با مصلحت این مردم می شود. ما قدم از مصلحت مردم دور نموندیم. یگان بار با مردم سوال و جواب در طول 30 سال تحقیق کردید؟ یگان بار کنفرانس برگزار کردید که مردم بتوانند آزاد مثل دیگر پرزیدنت ها با شما هم بیان سوال و جواب کنند، بیان از شما بپرسند؟ بار انجام دادید؟ دیروز وزیر دفاع شما برای ابله‌ای که جوانان از روسیه میخوان بر بگردن در این سوال پاسخ نداد. حتی این مصلحت با مردم است که کی ابله و کی سرباز شکار بس میشود؟ پاسخ نداد، اصلا نخواست در این موضوع گپ زند. شما هیچ کی مردم برای من. ما بدون مصلحت مردم هیچ کاری نکردیم. کجاست همون مصلحت مردم؟ کن یک جاش اشاره کنید که در این جا شما با مردم مصلحت کردید. مصلحتی وجود ندارد. شما به مردم خیانت کردید. به خاطر اولاد خود، منافع خود کار میکنید. هیچ وقت از پشت مردم و ملت نیستید. با دستگیری و پشتیبانی کلی مردم تاجیکستان کرد. در مورد یکم این حجت تقدیساس ساخت دولتداری نوید تاجیکان معین کرده شد و تاجیکستان با اراده مردم دولت صاحب اختیار، دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی و یگانه اعلان گردید.
در کنستیتوسیا آمده است، خود مردم قبول کرده است که همین ماده کنستیتوسیا را نه یگان احزاب سیاسی، نه یگان سازمانی جمعیتی، نه یک پارلمان، نه حکومت کسی دیگر کردن نمیتواند. در اساس کنستیتوسیا پارلمانت کسبی دو پالاتگی، قواهای مسلح، دیگر ساختارهای نظامی، دوستان عزیز، مقامات حفظی همینجا را یک بار توجه کنید، خوب توجه کنید. سازمانی جمعیتی، نه یک پارلمان. همینجا را خوب دقت کنید، چی میگه. کنستیتوسیا آمده است، خود مردم قبول کرده است که همین ماده کنستیتوسیا را نه یگان احزاب سیاسی، نه یگان سازمان جمعیتی، نه یک پارلمان، نه حکومت کسی دیگر کردن نمیتواند. شما شنیدید اینجا یگان احزاب سیاسی هیچ نفر نمیتواند سرقانون کشور را عوض کند. اما در همین مدت کوتاه، یعنی 30 سال استقلالیت ما که اگر ما از سال 1994 بگیریم کمتر که سرقانون ما کنستیتوسیا ما قبول کرده شد، چند مراتب شد عوض می شود؟ در همین سال 1990 خودش عوض نشد. همینجا خودش عوض نشد. بعد از همونه که خطر ایجاد شد که امامعلی رحمانوف دیگر نمیتواند نامزدیش را بر ریاست جمهوری پیشنهاد کند، همون زمان عوض نشد، عوض نکردید. در سال 2003 باز هم عوض نکردید. در 10 سال حکمرانیتون 2 مرتبه عوض کردید، 2 مرتبه کنستیتوسیا کشور را تجاوز کردید. کجاست اون نقاطی که دروغ زبان بازی شما؟ کجاست اون حرفایی که شما درست میگین؟ این بازیای شما چی معنی دارد؟ مردم رو مسخره میکنید. بالاخره سال 2016 هم به خود عنوان پیشوای ملت و 10 نمونه دیگر و باز هم سرقانون عوض کردید. اما بعد به خود حق پرزیدنت شوی دادی که دیگر من بهترین ها هستم، شما در پیش مایش کرد، من دیگر مثل شهروند تاجیکستان من از همه بالایم، یگان کس شما ارزشی که من دارم شما نداره، هر قدر بخوام من میمونم، من اون چی ولایت دارم دیگه، تمام دیگه هیچ کس حق ندارد که عمر بربود پرزیدنت شه فقط غیر من، باید من پیشوا باشم. این چی نخود؟ این چه حرف است؟ وقتی که مردم این سرقانون قبول کرد به امیدی بود که آینده هر یک فرزند این سرزمین میتواند پرزیدنت شود، آینده هر یک فرزند این سرزمین میتواند وزیر شود، میتواند وکیل شود. اما امروز چی؟ فقط فرزندان منصبدار میشوند، فرزندان پرزیدنت باید پرزیدنت شوند، فرزندان دهقان باید دهقان شوند. این چه نکاتی است به میان آوردی؟ تجاوز کردن سرقانون از جانب خودت صورت گرفت. کسی دیگه سرقانون تجاوز نکرده است. چرا باز می در اینجا دروغ میگویی؟ حرف بازی میکنی با مردم. در اساس کنستیتوسیا پارلمانت کسبی دو پالاتگی، قواهای مسلح، دیگر ساختارهای نظامی، مقامات حفظ حقوق، ساختارهای حاکمیت قانونگذار، اجرایی و سودی، یعنی شاخه‌های علاهده حاکمیت دولتی تأسیس داده شدند. در زمینه کنستیتوسیا منبع نشان دولتی و شما همینجا را نظر کردید؟ یک بار گوش کنید. پارلمانت کسبی دو پالاتگی، قواهای مسلح، دیگر ساختارهای نظامی، مقامات حفظ حقوق، ساختارهای حاکمیت قانونگذار، اجرایی و سودی. قانونگذار، اجرایی و سودی 3 تا علاهده در کنستیتوسیا جدا کرده شد. این گوش کنید. یعنی شاخه‌های علاهده حاکمیت دولتی تأسیس داده شدند. شاخه‌های علاهده تأسیس داده شدن طبق سرقانون کشوری ما. یعنی سودهای ما از رحمانوف قرضدار نیستند، اونا از سرقانون همچون یک شاخه علاهده هستند.
دپوتات های ما از حکومت یا از رحمانوف قرضیدار نیستن، اونا یک شاخه علایده هستند طبق سرقانون ما و شما. همین خیلی تاسیس داده شده است. اما امروز در پارلمان چقدر وکیلای علایده غیر از حزبی حاکم هستند؟ یگان با در همونجا بدون اجازت رحمانوف همون کنوکای سبز زیر کرده می شود اصلا. تا زمانی که نه زیر کرده می شود، تا زمانی که رحمانوف اجازت ندهد. سودهای تاجیکستان همه کسانی که حرف ضد رحمانوف میزنند یگان تیمور را سفید کردند. در کجاست همین سه شاخه؟ یک شاخه شو دست رحمانوف است اجرایش، این دو شاخه دیگه چرا اینا امروز استقلالیت خود را به دست حفظ نکردن؟ چرا امروز حکومت را گوش میکنن؟ چرا امروز حکومت هر کاری بگه اونا هم کار انجام میدن؟ پس مشخص است که رحمانوف بازم در همینجا دروغ میگه، بازم این ماده سرقانون رو تجاوز کرد. بهتر بود همین ماده رو در همین عوض کردن هم میبرداشته حد امکان. مثل دولت‌ها شایع‌گریش میکردی. ولی من تمام شهر نوای مملکت رو دور میزنم، یک نفر حتی کمبغل‌ترین انسان این چیز رو حرف رو نمیزنه.